یو رپ عوضم کرد 7-8 تا رفیق ورم رفت واسه میلیونیام چند سال من طلب کرد اما منفی 100 من اومدم 100 اینا یه سری فکته که میخوام من خودم بگم. من خودم یه زمان بودم تو بگاهی تاناموز. الان نبین رو ریپیت کارم داداش اون موقع فرق داشت. من آرزوم فیم بمیرم پسر پرنسسیم چون مهم نیست اصلا جنده ای برام. مگه شک داری به قول بچه‌های مردم اگه درسمو میخوندم 3 سال پیش قبول میشدم پرستاری سوبرم ولی خب میزنم زیر شر از گوی. رپ فیلمه منم یه بازیگر خفم از جانی دپ. فیلم سوپرم اگه باشه داشه جانی سینز و شاید پیش خودتون بگین از کجا میشناستش. میدونین منم یه زمانی آره حتی الان وقتی دافه اونجاش نمیخوره. نصف کارهایی که میکنم رو دیوانه بازیه و شاید ببینی عکسمو یه رو وقتی که با روبان مشکی کنارش روی دیواره. خیالم تخت نیه بابت کسی با کسی مثل کشنی رفاقتم قوی احدی میترسی به جز بالا سری. دنبال شهرم نبودم این سالا بالا شهرم نیومدم بالا نشدم ما باشن ای تالا میخوام اسم ما بشن انشالله. یه خلاصه به میرسه چونی خیابونی ترم از دی اس اکسم دستش بهم نمیرسه کال میکنه سیف تو گوشیم تیرکسه. یا همه تو 4 صبح ردی ولی وانمون کردیم مثلا حالمون بد نی بالشو کندیم من راهی رو رفتیم تو پایین فکتیم تو پله فک. این ما امروز سر تیتر رو نداره فرقی برام کی اومد و کی رفت باز نیکشفام با انعام بکش 30-80 ریلکس باش یه رو بخوابیم تخت پا نشیم بگذره 300 سال اصاب کف سهل نماز شب تشک چیزی نیست یه چی میدم ببرتت مکه یه طرفت لمشه مثال نغزم با سرکیم که میاد میگه دودک کنده بلند میشه جلو ما زتون اکسیر توی فلو رایم کلندیچه ها. آره دادا عین شیطان میشه هر سری با یه جستی پیدا. حقیقتا اینا یه سری فکت بود از زندگی شخصی خودم و لایف استایلم. امیدوارم کسی منظور خاصی نگیره. ده